ناحیه سرخ جایی است که به بهشت زمینی میماند. کوههای سربلند، آب مصفا، باغهای مشجر. این زیبایی، این سرسبزی و این سربلندی و پاکیزگی به دل مردمش کوچیده است، به اندیشه های مردمش کوچیده است و از همین سبب سرخ به مانند یک چشمه استعداد است. شما با هر نفر سرخی اگر صحبت کنید و خواه با لهجه گپ زند، خواه با زبان ادبی یا با ازبکی یا با روسی، حتما در گفتار آن یک نزاکت، یک طنز عارفانه را احساس میکنید. امروز برای شما بینندگان عزیز باز یک استعداد دیگری را میخواهیم به ارمغان آریم، تحفه کنیم. نعمت جان زاده و پرورده سرخ، صنعتکار دوست داشته نه تنها مردم سرخ بلکه وادی فرغانه و جمهوری تاجیکستان است. نعمت جان حامدوف از آن زمانی که میشناسم به صفت صنعتکار شهرت یار شد و یک آواز خداداد دارد. میگویند که از گفتن شنیدن بهتر است. هزاران هزاران عشر هم مرا دیگر نمیابی، شب روز خدا گویم مرا دیگر نمیابی، شب روز خدا گویم مرا دیگر نمیابی. فصلی بهار آمد، فصلی بهار آمد، گل در کنار آمد، گل در کنار آمد. من عاشقی تو بودم، من لایقی تو بودم، من عاشقی تو بودم، من لایقی تو بودم. با می خانه هم را ندادند ما را، با مجنون گم کرد پناهی اله، اله گناه. فصلی بهار آمد، فصلی بهار آمد، گل در کنار آمد، گل در کنار آمد. من عاشقی تو بودم، من لایقی تو بودم، من عاشقی تو بودم، من لایقی تو بودم. من عاشق تو بودم، من لایقی تو بودم. واقعا بعد شنیدن این سرود بودم نه هستم هم می شود و بسیارها به شما عاشق می شوم. باور دارم نعمت جان، ما خوب آگاه هستیم که شما بغیر از صدای خوش، بغیر از این سرود و ترانه هایی که واقعا از دل می خیزد، به صنعت شیرین کاری نیز میل و رغبت زیاد دارید و من می خواهم همین چیز را برای شما با اثباتش پیشنهاد کنم. نعمت جان، از شما بار دیگر خواهش میکنم از همان تقلید کاری هایی که بسیار زیبا و چخل که میگن کاپی عین است، برای ما، برای تماشابینان، برای بینندگان وادی فرغانه یک چند تاشو تقدیم میکردید. احمد جوره، خدا همین خیلی تالنت داده ای که یک چیز به من فورده میموند، من البته اون چیزا خودم قبیله میگیرم، علاجش نیست. مثال من از آوازهای هر خیلی پرنده ها یا که آوازهای موسیقی اسباب، از آوازهای حافظه استازا، مثال من حاضر آواز نای
از سرودهای هندی مثال من. پیش از آن که آغاز کنید معذرت یک سه من میخوام تاکید کنم بینندگان عزیز، ما چند نفر گواه ها هم داریم در اینجا، واقعا اصاب نای نیست فقط صدای نای هست. مرحمت. این نای یعنی موسیقی های هندوستان. یا که مثال ما نگریم رحمتی استازمو پروفسور توکل قادرов استازمو از سرودهای های من یک پارچه خوانده میتیم. فصل نوبهار آواز خودشون کتمونه. فصل نوبهار ki tıbbalısımız tonlar Düşler ganimettir Sayırtıp gülüz tonlar Subhudem çüp şabnem Buldu sabzeler hurrem Gül açıp tonup kamkam Yoldu öbrüney sonlar Mana yoki sekin tarafı Xorazmı fırım Mana rahmetli sözümü coşan cennet şavan Olmakhonu pahayta Lazgi surudaş keti Mana top kadri imkan Ovuzu vayam göçmeyi من میخیل بسیار سرودهای تقلید میکنم من این همش البته برای شما تماشاگران عزیز سلامت باشید با دلم یگانه‌ای با لبم ترانه‌ای توی آرزوی من ز جهان نشانه‌ای با تو صد سلامی دل با تو صد سلامی جان تو بزرگترین با من از زمین و آسمان از زمین و آسمان اولا من شما را و در شخصیت شما همه آنهایی که امسال به بخت و شرف دانشجویی مشرف شدند به کورس یکم گروه تاجیکی فاکولته فیلولوژی ازبک دانشگاه دولتی فرغانه داخل شدن تبریک میگویم. سال تحصیل نو من شروع شد. استودنتی مبارک. تاثیرات ها چخیل، برداشت ها چخیل؟ امسال به فاکولته فیلولوژی تاجیکی به فرغانه دولتی اونیورسیت داخل شدم. من به نهایت خرسند. تأثیرات جدی نقص همه شرط شرایط ها در این اونیورسیت موجود است و مثلا همه معلمان نمان نیست همه‌شون پروفسور، دسنت، فن دکتر ها با دوستان و آینده ابیتورینت ها گفتنی هستم که تیارگری بینن بگذار به همین خیل دانشگاه ها داخل شدن به همه ابیتورینت ها نصیب کند. تشکر. حیات استودنتی فقط خواندن نیست، این آموختن تجربه زندگی است، این پیدا کردن دوستان نو است، شناسهای نو است. اون من حیات استودنتی یک حیات هم افسانه‌ای هم یک دوره است که برای آینده انسان ته کرسی زمینه میگذارد. بله توقری گفته استاد. بسیار دوست ها پیدا کردم، بسیار شناس پیدا کردم. در حیاتم این خیل دلم شاد نشده بود. به نهایت خرسندم من. چی طور میگویند مثلا با اینجا داخل شدم فقط با گفت خودتان از خواندن عبارت نبوده است. دوست پیدا کردیم، مثلا رهبری گروه همان کوراتورمان میگوییم، مثال پدرمان شده موندن. خلاص همش تاثیرات جدی نقص ما خرسندیم. ما همین رو اثبات کردیم که در بین
тамоми миллатҳое ки дар Ӯзбекистон истиқомат доранд забони тоҷикӣ аз ягон забон аз ягон миллат кам набуданашро мо худо хоҳад дар давоми 4 сол исбот карда як мутахассиси нақш шуда меравем.